بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم خدمت شما عزیزان هستم با قسمت جدیدی برنامه قهرمانان، البته با قهرمان جدیدی. این بار می رویم به سوی خراسان زمین. بار دیگر می رویم به سوی مهد سلطان محمود غزنوی که ما در موردش صحبت کردیم. اما قهرمان این برنامه ما شهاب الدین غوری هست. شهاب الدین غوری کی بود؟ چه کرد؟ چه کارنامه‌هایی را انجام داد که او را در صف قهرمانان و ابرمردان تاریخ اسلام جا دادند؟ شهاب الدین غوری یکی از مردان خراسان زمین بود، از غور افغانستان، یکی از شهرهای وسط هرات و غزنی در افغانستان هست. در غور به دنیا آمده بود و در همانجا بزرگ شد. ما وقتی که در مورد سلطان محمود غزنوی صحبت کردیم، فراموش اگر نکرده باشید گفتیم یکی از کارنامه‌های سلطان محمود غزنوی فتح بلاد غور بود، مناطقی که غور نام دارد، و مردم غور را به اسلام مشرف کرد و برای تعلیم فرزندان غوری ها معلمین و علمای را میفرست تا به فرزندان تازه مسلمانان غور دین اسلام را بیاموزند. پس شهاب الدین غوری از همان غوری هاست. سنت الله متعال در کون و در کائنات این است که ملک و پادشاهی را برای کسی که میخواهد میدهد و از کسی که میخواهد میگیرد. برای مسلمانان به خاطر میدهد که ببیند اینها چی میکنن، برای اسلام چی میکنن، برای مسلمانان چی میکنن. و برای کافران هم ملک و پادشاهی را میدهد، میبیند که آنها چی میکنن. و هر وقتی که مسلمانان در میانشان ظلم و حرام و تجاوز و غیره زیاد میشود، عذاب الله متعال میآید. و یکی از عذابهای الله متعال این است که بالای مسلمانان کافران را مسلط میکند یا دشمنان خود را مسلط میکند تا که اینها طعم و ذائقه حکومت اسلامی را احساس کنند. همینطور تمام دولت هایی که ما در موردش صحبت کردیم برابر است که دولت اموی ها باشد، دولت عباسی ها باشد، دولت مرابطین باشد، دولت رستمی ها باشد، امارت اموی در اندلس باشد، یا دولت زنگی ها باشد، و یا هم غزنوی ها باشد، و یا هم خوارزمی ها باشد، و یا هم غوری ها. همان گونه که دولت غزنوی ها در عصر طلایی خود که عصر سلطان محمود غزنوی بود، عصر فرزندش سلطان مسعود بود، که اینها فاتح هند بودند، هند را در قلمرو اسلام داخل کردند، سومنات بت عظیم هندوها را شکستند. اما در آخر نسل‌های بعدی که می رود ضعیف می شوند، از تعلیمات اسلامی دور می شوند، عدل و انصاف را میان رعیت خود قائم نمی کنند، ظلم عام می شود. اینجا الله متعال نفر بعدی را میارد و این دولت اینجا به پایان می رسد، شخص دوم آمده حاکم می شود. این داستان با غزنوی ها صورت گرفت. در آخر حکمشان ضعیف شدند، بر سر قدرت میان فرزندان
خانواده غزنوی اختلافات رخ داد. اینها که ضعیف و ناتوان شدن، در حین ناتوانی اینها دشمنانی را که قبلا اینها به زانو در آورده بودن، ذلیل خوار کرده بودن، در حین ضعف اینها آنها بلند میشوند. از یک طرف هندوها، از یک طرف دیگر ترکهای کافر و از سوی دیگر از داخل مسلمانان فرق ضاله باطنیه مثل اسماعیلیه، روافض، معتزله، جهمیه و غیره. اینجا وقتی که وضعیت غزنوی ها وخیم شد و حالتشان خراب شد، در میانشان اختلاف و انشقاق به وجود آمد، اینجا قهرمان ما شهاب الدین غوری از غور بلند شد تا عزت و مجد مسلمانان در این منطقه را دوباره برگرداند و در سال 583 دولت غوری ها توسط این قهرمان ما در سال 582 هجری قمری تأسیس شد. شهاب الدین غوری وقتی که بر مسند قدرت نشست و امارت این دولت غوری ها را تأسیس کرد، اوضاع خیلی گفتم خراب بود. از یک سو هندوهایی که قبلا تابع دولت غزنوی ها بودن مجبور بودن که جزیه بدهند، آنها به شورش آمدند چون دیدن که غزنوی ها ضعیف شدن، ناتوان شدن. و از سوی دیگر ترک های کافر که در ماوراءالنهر حکومت داشتند، قبیله قراختای، آنها هم از فرصت استفاده کردن و بر پیکر امت اسلامی حمله آور شدند. فرق ضالی که ما گفتیم در وقتی که در مورد سلطان محمود غزنوی صحبت کردیم، گفتیم چگونه او شیعه های رافضی، اسماعیلی، باطنی ها را، معتزله، جهمیه، قدریه، غیر مذهب حق اهل سنت و جماعت، تمام فرق ضاله را چگونه او بیخکن میکرد. این فرق حالا در وقتی که دولت غزنوی ضعیف شده بود، اینها هم سربلند کرده بودند. اینجا شهاب الدین غوری مجبور بود که در چند معرکه، در چند میدان همزمان باید هجوم داشته باشد. گاه هجوم، گاه دفاع. اگر از هند جهاد کرده می آید باید به سوی ترک ها برود، از اونجا می آید باید در مقابل زنادقه و مرتدین داخلی بجنگد. از اینها فارغ اگر شود باید مسلمانانی که سر منصب و چوکی و قدرت چشم میدوزند بالای آنها حمله آور شود. خلاصه کل عمر این قهرمان ما شهاب الدین غوری از پشت این اسب به پشت آن اسب، از شمشیر به نیزه، از نیزه به شمشیر، از هند به ماوراءالنهر، از ماوراءالنهر به هند، به ملتان، تمامی عمرش در جهاد و مبارزه گذشت و یکی از قهرمانان واقعی تاریخ درخشان اسلام هست. شهاب الدین غوری وقتی که در مقابل فتنه های داخلی می جنگید، شیعه ها و قدری ها، اسماعیلی ها، اینها را از میان مسلمانان بیخکن می کرد. اینجا قرامته که در ملتان، فعلا در پاکستان، ملتان در پاکستان هست، یکی از شهرهای پاکستان است، قرامته اسماعیلی در آنجا به اوج قدرت رسیده بودند. آنها در آنجا داشتن فساد میکردند. پس مجبور بود که برود فتنه آنها را در آنجا خاموش کند. وقتی که شهاب الدین غوری مصروف این نبردها بود، هندوهایی را که قبلا سلطان محمود غزنوی به زانو در آورده بود و پیش دولت غزنوی و سلطان محمود غزنوی ذلیل و خوار بودند، حالا آنها هم سربلند کردند. اینجا شاهان هند علیه دولت نوپای غوری حمله بزرگی را راه اندازی کردند. شاه هندی که کوله نام داشت، برای مبارزه با غوری ها لشکر بزرگی را آماده کردند. تمام امیران و حاکمان هند را جمع کرد
که حالا باید از این غوری ها همین حالا خود را نجات دهیم، ورنه مسیر ما همان خواهد بود که سلطان محمود غزنوی بر سرمان آورده بود. شهاب الدین غوری در سال 583 هجری، یعنی بعد از 1 سال از تأسیس دولتش، برای مبارزه با این لشکری که کوله جمع کرده بود در شهر شیرستی رفت که فعلا در هند هست. اینجا میان لشکر هندوها و لشکر مسلمانان نبرد عظیمی صورت گرفت. تعداد مسلمانان کمتر از هندوها بود. مسلمانان خیلی با جرأت و شجاعت و مردانگی می جنگیدند، اما تعدادشان کم بود. مشیت الهی بر این شد که پله هندوها غالب شود. طرف راست و چپ لشکر شهاب الدین غوری فرماندهانش فرار کردند، به عقب شکست خوردند. خود شهاب الدین غوری فرار نکرد. اینجا لشکریانش میگفت که فرار کنیم که همگیمون اینجا کشته میشیم، اما شهاب الدین غوری داشت میجنگید. اینجا تیری به او اصابت میکند و شدیداً مجروح میشود. هندوها میخواستند او را به قتل برسانند، اما عساکرش زخمی او را پشت اسب میشانند و از میدان معرکه فرار میدهند. و این اولین نبردی بود میان شهاب الدین غوری و هندوها که متاسفانه شکست مقدر مسلمانان شد و امیرشان شهاب الدین غوری قهرمان ما با حالت زخمی از میدان معرکه بیرون می شوند. وقتی که به لاهور می آیند، از خونریزی زیاد شهاب الدین غوری بیهوش شده بود. مورخین نوشته می کنند که وقتی که شهاب الدین غوری به هوش آمد، به مجردی که به هوش آمد، فرماندهان او که از طرف راست و چپ فرار کرده بودند، شکست را پذیرفته بودند، آنها را سرزنش کرد. آنها را با کلمات زشتی با آنها خطاب کرد. گفت شما اصلا فرمانده نیستید. و بعد از این شکست شهاب الدین غوری آمادگی گرفت تا انتقام مسلمانان در این معرکه را بگیرد و حدود 5 سال این آمادگی شهاب الدین غوری برای نبرد تازه با هندوها وقت گرفت و در این 5 سال توانست حدود 70,000 لشکر جرار را جمع بکند و دوباره بالای شاه هندوها کوله بر هند حمله آور شود. و در این حمله بزرگ شهاب الدین غوری هندوها شدیداً شکست خوردند. تعداد زیادشان کشته شدند و پادشاهشان که کوله بود در میان اسیرها به چنگ مسلمانان افتید و اموال زیادی را از آنجا مسلمانان به غنیمت گرفتند. این اولین فتح و پیروزی بود که سلطان شهاب الدین غوری در مقابل دشمن بزرگ مسلمانان هندوها می‌چشید. از آنجا، از این پیروزی عظیم که در هند نصیب مسلمانان شد، تا حال بر نگشته بود که خبرها رسید که ترک‌های کافر، تمام قبایلی که در خراسان زمین زندگی می‌کردند کافر و مسلمان داشتند و ترک‌ها در ماوراء النهر حکومت قوی داشتند که قبیله قراختای حکومت داشت. قبایل قراختای وقتی که دید که شهاب الدین غوری برای جنگ با هندوها به هند رفته است، غور خالی هست، اینجا بالای غور حمله آور شد. جای تأسف اینجاست که این حمله ترک ها بالای غور را یکی از شاهان خوارزم، شاه مسلمان بود، خوارزم شاه
او تشویق کرده بود ترک ها را که بالای غور حمله کنند که غور خالی هست. علت این حمله ترک ها که به تشویق خوارزم شاه خوارزم صورت میگیرد، شاه خوارزم میخواست که کل مناطق خراسان زمین تابع او باشد و خلیفه عباسی او را به عنوان سلطان این سرزمین ها تعیین بکند. اما شاه عباسی میدانست که شاه خوارزم نه تنها صلاحیت این را ندارد، بلکه لیاقت این را هم ندارد که کل سرزمین خراسان تابع او باشد. لذا به شهاب الدین غوری پیام داد که او به عنوان نماینده خلافت عباسی در خراسان هست و مانع حمله شاه خوارزم شود. به هر صورت این همچشمی و این حسد شاه خوارزم که شاه مسلمان بود اما بی‌پروا جز مصالح خود، جز چوکی و قدرت و منصب چیزی را نمیخواست. او ترک ها را تشویق کرد تا بالای غور حمله بکنند. وقتی که ترک ها بالای غور حمله کردند، فکر میکردند که شاید شهاب الدین غوری در هند است، ما بتانیم به سادگی غور را فتح کنیم. اما الحمدلله کسانی که در غور باقی مانده بودند از لشکر شهاب الدین غوری، از جمله شاگرد او امیر محمد ابن جربک و هروش غوری و غیره فرماندهانی که در غور بودند، مردم را جمع کردند و در مقابل این اشغال ترک ها مردانه رزمیدند، جنگیدند و ترک ها را در اینجا شکست دادند و ترک ها بدون دریافت هیچ منفعتی با خساره های زیادی از اینجا ذلیل و خوار شده برگشتند. اینجا بعد از این شکست باز هم شاه خوارزم یک بار دیگر ترک ها را تشویق میکند که از فلان مسیر میتونی بالای غوری ها حمله بکنی و اینها را شکست دهی و مواقع ضعف غوری ها را برای ترک ها معرفی میکند. شهاب الدین غوری برای این مبارزه با ترک ها میرود و در نبردی که در سال 600 هجری صورت میگیرد، لشکر مسلمانان و لشکر شهاب الدین غوری شکست میخورد. در حین این شکست شایعی پخش می شود که شهاب الدین غوری کشته شد، در حالی که کشته نشده بود، زخمی شده بود. این امر باعث می شود که فرق ضالی که در داخل غور و در داخل خراسان بود اینها سر بلند بکنند. اینجا یکی از غلام های شهاب الدین غوری که به نام ایبک بال بود فوراً خود را به عنوان سلطان معرفی می کند و عمرو بن یازان هم او را تایید می کند و این گونه این باطنی ها که خود را به جامعه مسلمان زده بودند فوراً مرتد شده علیه مسلمانان هجوم می کنند و تعداد زیادی از مسلمانان را به شهادت می رسانند. شهاب الدین غوری وقتی که از این وضعیت خبر می شود ادامه جنگ با ترک ها را ترک می کند، هندوها را هم میگذارد، برمیگردد به سوی غزنی و غور تا در اینجا با دشمنان داخلی یک بار دیگر تصفیه حساب کند. آن شکستی که در آنجا مقدر مسلمانان شد، حکمت الهی بر این بوده که این دشمنان داخلی هویدا شوند، ورنه اینها را همگی به نام مسلمان از نزدیکان خود میدانستند و به اینها اعتماد و توکل داشتند، باور داشتند با اینها. آن شکست جزئی که در آنجا نصیب مسلمانان شد باعث شد دشمنان داخلی را بیرون بکند. این منافقین و این زنادقی که در میان مسلمانان خود را جا زده بودند اینها بیرون شدن و اما زندقی خود را اعلان کردند. اینجا شهاب الدین غوری برمیگردد و با این دشمن جدیدی که از میان خودشان برخاسته است، این زنادقه و مرتدین، با اینها می جنگد و به حد اینها را قتل می کند که تقریبا زنادقه و مرتدین را از اینجا تصفیه می کند و تعداد زیادشان را به اسارت می گیرد که آنها را نیز سر می زند
و قول الله متعال را تلاوت می کند که انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظیم. کسانی که با الله و پیامبر مبارزه میکنند و کسانی که در زمین فساد میکنند جزای آنها این است که کشته شوند، بدار آویخته شوند، دست و پای آنها برخلاف همدیگر قطع شود و از زمین اسلامی، از کشور اسلامی بیرون رانده شوند. پس آن شکستی که نصیب مسلمانان شده بود، در نتیجه آن این دشمنان داخلی معرفی شد، آشکار شدند و اینها از اینجا قلقم شدند. و در آخر در سال 602 هجری بعد از یک عمر مملو از جهاد و مبارزه در مقابل دشمنان اسلام و مسلمانان در هند و در ماوراءالنهر و در داخل خراسان، وقت فرا می رسد که دشمنان اسلام به این یقین و باور می شوند که شکست دادن و از بین بردن دولت غوری و مسلمانان بدون از بین بردن شهاب الدین غوری امکان پذیر نیست. و در اینجا آنها برای از بین بردن این قهرمان ما شهاب الدین غوری باز هم از دشمنان داخلی استفاده می کنند و همیشه مسلمانان از همین زاویه ضربه خوردند. در تاریخ اسلام این دشمنان داخلی، این مارهای آستین، اعم از زنادقه و روافض و خوارج، اینها بر پیکر مسلمانان ضرباتی که وارد کردن، دشمنان آشکار مسلمانان به آن انداز اینها را ضربه زده نتوانستند. ما دیدیم عمر ابن خطاب رضی الله عنه را در محراب مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم کی به شهادت میرساند؟ یک کسی از داخل جامعه اسلامی. عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه را در خانه‌شان در اثنای تلاوت قرآن کریم کی به شهادت میرساند؟ عبدالله ابن سبا یهودی با لشکری که از مصر و کوفه گرفته با خود آمده بود به مدینه منوره و ادعای اسلام میکردند، با مسلمانان در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز میخواندند. آنها به شهادت رسانیدند. علی مرتضی رضی الله عنه را کی به شهادت رساند؟ کسی که خودش دیروز از لشکر حضرت علی رضی الله عنه با عنوان خوارج بیرون شد. دولت عباسی ها را کی از بین برد و سقوط داد؟ اولا دولت عبیدی ها تضعیف کرد و در آخر هم وزیران رافضی که خود را جا زده بودند در خلافت عباسی با تتار همکاری کردند و مسلمانان را در بغداد شکست دادند که حدود 1 میلیون مسلمان در بغداد به شهادت رسید. به همین سبب بود که صلاح الدین ایوبی هم قبل از این که با صلیبی ها تصفیه حساب بکند با دولت عبیدیه با روافض تصفیه حساب کرد. کسی پرسید اینها که مسلمان هستند چرا با اینها؟ اول باید ما بریم اونها را ختم بکنیم، صلیبی ها را. قسمی که این شعار امروز هم از طرف بعضی ها شنیده می شود. اما صلاح الدین ایوبی می گفت نه خیر، من نمیخوام که برم با صلیبی ها بجنگم و پشت سرم را برای همکاران صلیبی ها و دشمنان اسلام باز بگذارم که از پشت بر من خنجر بزنن. همیشه اینها از پشت بر مسلمانان خنجر زدن. شهاب الدین غوری با لشکر زیادی میخواهد برود طرف قبایل قراختای ترکان کافر جهاد بکند. در سال 602 هجری در مسیر راه است. یکی از دشمنان قسم خورده اسلام که خود را در لشکر شهاب الدین غوری قرار داده بود و به نیت جهاد با او برآمده بود که با ترکان کافر برود، در نیمه اخیر شب این قهرمان ما سلطان شهاب الدین غوری
مصروف نماز تهجد است. الله اکبر. امیر دولت بزرگ غوری ها، سلطان مسلمانان در خراسان، کسی که هند و ترک را به زانو در میارد اما عبادت را فراموش نمی کند. حاکمان موفق اسلام، قهرمانان واقعی اسلام را وقتی ما میبینیم، آنها جهاد و عبادت را یکسان پیش میبرند. در نیمه اخیر شب این فرمانده مسلمانان و این قهرمان از قهرمانان بارز جهان اسلام مصروف نماز تهجد است. اما دشمنان قسم خورده اسلام که خود را در لشکر ایشان به عنوان مجاهد جا زدند، در نیمه شب یک گروه از زنادقه در خیمه قهرمان وارد می شوند، می بینند که مصروف نماز هست. در هنگام نماز او را به شهادت می رسانند با چاقو و شمشیر. وقتی نماز صبح می شود، لشکریانش می آیند، می بینند که امیرشان، فرماندهشان شهاب الدین غوری در سجده است اما شهید شده است. انا لله و انا الیه راجعون. اینجا جسد این شهید را میگیرند و پس برمیگردند به سوی غزنی و در غزنی افغانستان این قهرمان ما شهاب الدین غوری در سال 602 هجری دفن می شود. و این گونه داستان و زندگی مملو از جهاد و مبارزات این قهرمان در همانجا به پایان می رسد. اما نام او در تاریخ اسلام ثبت است. در صفحات تاریخ نام او درخشان هست. ما می دانیم که کشور پاکستان یکی از میزایل های خود، اولین میزایلی که می سازد، او را به نام غوری یاد می کند، به افتخار جهاد و مبارزات شهاب الدین غوری. خداوند نصیب کند برای پاکستان، برای هر کشور اسلامی، حاکم مسلمان مثل شهاب الدین غوری، مثل صلاح الدین ایوبی، مثل نورالدین زنگی، که امروز امت اسلامی در این حالت ضعف و ناتوانی به آن ابرمردان نیاز شدیدی. به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددکارتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.